The Chinese, I want China to be the winner to get 3 points because it's very important for us to get out to the knockout stage. But to be realistic, I don't think China has the power to beat Tajikistan. So I think the result might be a draw, maybe 1-1. 1-1? Yes, I think so. Okay. Do you know about Tajik football? Actually, yes, because in this last June in Thailand, under 17 Asian Cup, China played against Tajikistan in the first game. Also, like I said before, 1-1 draw. Yeah, I was there. خب اینک در نزد من نماینده صدای سیمای ایران وکیل محمد علی هستند و اینجا ما چند روز است که با هم هستیم و درباره فوتبال صحبت میکنیم. حالا میخوام شما بگید که امروز تاجیکستان شروع میکند بازی ها را در گروه آ یا شما چی میگید؟ آ میگیم، شما آ میگید. چین بهتر از تاجیکستان است کی در اینجا غلبه میکنه؟ سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده های عزیز شبکه تاجیکستان. خب ما بین ما و مردم تاجیکستان یه عشق و علاقه دیرینه‌ای هست. مولانا بین ما واقعا و بین مردم تاجیکستان واقعا محبوبه. ما علاقه زیادی به مردم تاجیکستان داریم. قطعا دل ما اینه که بازی بین ایران و بین تاجیکستان و چین رو تاجیکستان ببره، انشالله 3-0 هم ببره. شما بازی های ما رو دیدید؟ بازی های فوتبال بازی تاجیکستان رو؟ بله. بازی هایی که با ایران داشته دورهای قبلی دیدم، یه چند تا بازی هم جام ملت‌ها دیدم. تشکر. ما هم فکر می‌کنیم که از آسیای مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و تاجیکستان میتونند که یک قدم بزرگی بزنند. خیلی ممنونم، لطف دارین. سلامت باشید. سلامت باشید. درود به شما و بینندگان محترم برنامه تلویزیونیتون. خب من فوتبال تاجیکستان رو چند وقت گذشته بازی استقلال تاجیکستان پرسپولیس دیدم. تیم بسیار خوبی دیدم و من فکر می‌کنم تاجیکستان میتونه حالا بعداً تو بحث مرحله گروهی حرفایی برای گفتن داشته باشه. خب تیم چین هم تو تورنمنت‌های قبلی ثابت کرده میتونه حریف خیلی قدرتمندی باشه برای حتی تیم‌های رده یک و رده اول آسیا و امیدوارم، من آرزو موفقیت می‌کنم برای تیم تاجیکستان. به هر حال همزمان هستیم، نزدیک به هم هستیم فرهنگمون و فکر می‌کنم بتونه حالا بازی خوبی رو به نمایش بذاره تو این تورنمنت با توجه به بازی که میگم در برابر پرسپولیس دیدم تو بازی باشگاهی. تشکر. در گروه اصلا دستای قطر لبنان هستند. قطر دیروز شکست داد لبنان را با حساب 3-0 و چین تاجیکستان موندند. کدام دسته میتواند به دور دیگر صعود کند؟ من اول صحبتام هم گفتم، حالا به هر حال چین میگم جزء کشورهایی که تو تورنمنت‌ها ثابت کرده میتونست به راند یا گروه بعدی صعود بکنه. به نظر خودم حالا با احترام به تیم تاجیکستان میشه قطر رو به هر حال چین و جزء تیم‌های اول و دوم برای صعود دانست. حالا شانس هم تاجیکستان میتونه شانس تیم‌های سومی که حالا که بهترین نتایج بگیرن، شاید تاجیکستان هم میتونه تو اون تیم‌های سوم باشه که بتونه شانس صعود داشته باشه. بردیفن اکتیو گل همیشه با من است. داروی آزموده شده آسان مالیده می شود و درد و ورم رو برطرف می نماید. بردیفن اکتیو گل شما رو زود از درد میان، بوغم و موشک ها خلاص می سازد. بردیفن اکتیو گل حرکتی آزادی به درد.